امروزه متخصصین بتون اذعان دارند که دستیابی به یک بتون خوب و توانمند بدون استفاده از یک یا چند نوع افزودنی ناممکن است. خوشبختانه سازندگان ایرانی نیز در سالهای اخیر به این باور رسیدند و استفاده از انواع افزودنی‌های بتون با اقبال روزافزونی روبرو شده است. در سالهای اخیر ابعاد، حجم و مقاومت‌های مورد انتظار از بتون افزایش چشمگیری داشته است. عمق گودبرداری‌ها به بیش از 20 الی 30 متر و ارتفاع و طول پمپاژ بتون به بیش از 100 متر افزایش یافته است. برای تامین روانی و کارپذیری بتون در این موارد استفاده از افزودنی‌های بتون اجتناب ناپذیر شده است. در سالهای گذشته کارفرمایان سعی داشتند که تمام خصوصیات مورد نیاز را تنها با استفاده از فوق روان کننده بتون تامین نمایند و در صورت بروز مشکل افزودنی‌ها را عامل اصلی ایجاد اشکالات می‌دانستند، در حالی که عوامل متعدد دیگری هستند که می‌توانند عامل به وجود آمدن این مشکلات در بتون شوند. در ژیکاوا هدف تنها فروش محصول به مشتری نیست، بلکه ما همواره تلاش کرده ایم تا بهترین و اقتصادی ترین مواد و روش ها را به مشتریان خود معرفی کرده و مشاوری امین برای آنان باشیم. به این لحاظ از مدت‌ها پیش متوجه شدیم که تنها ارائه کاتالوگ و توضیحات فنی برای ساخت یک بتون خوب کافی نیست، بلکه نظارت مستمر و حرفه‌ای از ابتدا تا انتهای کار و کنترل دقیق تمام عوامل مؤثر در ساخت بتون از مواد و مصالح گرفته تا ساخت و اجراست که باعث می شود که یک بتون خوب و مطابق طراحی‌های اولیه ساخته شود. به این خاطر بود که ما کارگروه تکنولوژی بتون ژیکاوا را با حضور تعدادی از کارشناسان با تجربه و زبده بتون تشکیل دادیم تا با اتکا به تجربه 25 ساله شرکت در رابطه با بتون و افزودنی‌های آن، خدمات مورد نیاز کارفرمایان پروژه‌های بزرگ را با اطمینان خاطر در اختیار آنان قرار دهیم. تاکنون چندین پروژه با این تیم اجرا شده که همگی بسیار موفق و مورد رضایت کارفرمایان بوده است. هدف اصلی این کارگروه تأمین و ضمانت تمامی نیازهای فنی کارفرما در رابطه با بتون می باشد. به این منظور پس از عقد قرارداد کلیه موارد مؤثر در کیفیت بتون از قبیل کیفیت سنگدانه، طرح اختلاط و نوع سیمان در بچینگ پلنت توسط کارشناسان کارگروه بررسی و در صورت صحت تایید می شود. سایر عوامل مؤثر در کار نیز مانند آرماتور بندی، نصب صحیح واتر استاپ ها، قالب بندی و برنامه و نحوه بتون ریزی کنترل و اشکالات احتمالی به کارفرما و پیمانکار اعلام و رفع می گردد. در هنگام بتون ریزی نیز کارشناسان کارگروه در تمام نقاط حساس حضور داشته و پروسه کار را کنترل می کنند. اضافه کردن قسمتی از افزودنی‌های مورد نیاز در محل کار، کنترل میزان آب مصرفی و دمای بتون در بچینگ، کنترل تراک میکسرها در محل پروژه و تنظیم روانی بتون قبل از ریختن از جمله خدماتی است که به کارفرما ارائه می‌گردد. از این پس شما می توانید تمام مسئولیت ساخت بتون‌های پرمقاومت، خودتراکم، آببند و اکسپوز خود را به کارگروه بتون ژیکاوا واگذار نموده و مطمئن باشید که به مشخصات فنی مورد نیاز دست خواهید یافت. ژیکاوا نماد کیفیت در صنعت شیمیایی ساختمان ایران.